الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. 3 آیه از سوره ابراهیم تلاوت شد. موضوعات این سوره در هفته گذشته به طور خلاصه گفته شدند. بعد از دلائل و بعد از تنبیهات بیان وقایع برای هدایت و اصلاح انسانیت الله تعالی نازل فرموده است. در این سوره ابراهیم 7 واقعه که 2 واقعه تعلق به دنیا دارد و 5 واقعه تعلق به آخرت دارد. یعنی الله تعالی این هشدار و تذکر را می دهد انسانها، من شما را خلق کردم و برای هدایت شما کتاب نازل کردم و پیامبر فرستادم. اگر شما دعوت قرآن و پیامبر را بپذیرید و ایمان بیاورید، سعادت دنیا و آخرت برای شماست. در دنیا هم زندگی پاکیزه و راحتی را اختیار کرده و می گذرانید و همچنین در آخرت زندگی ابدی شما ساخته شده و آماده برای همیشه زندگی پاکیزه و راحتی را خواهید داشت. و اگر شما دعوت اسلام را، دعوت قرآن را، دعوت پیامبر را انکار کردید، رد کردید و ایمان نیاوردید، اطاعت نکردید، در دنیا الله مؤاخذه می کند. گاهی در دنیا الله تعالی با عذاب دنیوی شما را تنبیه می کند و اگر در دنیا
تنبیه نکرد شما را در آخرت 100% مجازات خواهید شد. و 5 نمونه ذکر می کند قرآن که من این طور در آخرت عذاب می دهم و به عذابهای گوناگونی شما را تنبیه می کنم. خب اینجا از نظر عقلی وقتی که ما بشینیم و قضاوت بکنیم، ذات الله ما را مجانا خلق کرده، مجانا برای ما کتاب و پیامبر فرستاده، مفت و مجانا ما را عقل داده، چشم داده، گوش داده، زبان داده، این نعمتها را در اختیار ما گذاشته، بندوبست رزق و روزی ما را کرده و پیامبر و کتاب نازل کرده. خب این همه احسانات، این همه کرم نوازی الله، نوازش الله متعال با این نعمتها، خب این را میطلبد که ما ایمان، عمل، اطاعت را اختیار بکنیم و در آخرت هم ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، برای شما در آخرت هست هر آنچه که دل شما بخواهد، هر آنچه که شما تمنا کنید به شما داده می شود. و الله متعال نه به ذات ما نیاز داره، نه به عبادت ما نیاز داره. شاعر همین را گفته: من نکردم خلق تا سودی کنم، من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من فقط شما را خلق کردم تا اینکه جود و سخاوت و عطا و بخشش خود را بر شما بکنم. یعنی وجود ما مظهر نعمتهای الله، محل ظهور نعمتهای الله است. پس ای انسانیت، ای امت، باید بشتابی به این و به این طرف باید کاملا توجه ظاهری و باطنی خود را بگردانی و از این خیر و سعادت بهره‌مند بشوی. دعا بکنی الله تعالی توفیق بدهد. در اولین آیه بیان غرض قرآن چرا آمده است؟ سوال شما، قرآن چرا آمده است؟ حکمت نزولی قرآن چیست؟ اینجا بیان می کند: کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کتاب عظیم و شأنی است، اشرف الکتاب بر اشرف الرسل، برای اشرف الامم، در اشرف الایام، در اشرف الاشهر، در بهترین و مشرفترین ماه رمضان و در بهترین شب قدر، بهترین کتاب قرآن بر بهترین رسول محمد رسول الله، برای بهترین امت
امت خاتم النبیین کنتم خیر امت اخرجت للناس کتاب انزلناه الیک، کتاب عظیم الشانی است که نازل کردیم آن را، به طرف تو آغاز کردیم نزول آن را، به طرف تو. چرا؟ لتخرج الناس، تا بیرون کنی به وسیله تعلیم این کتاب، خواندن این کتاب، درس دادن این کتاب، تعلیم این کتاب و انسانها را من الظلمات از تاریکی کفر، از تاریکی های شرک و خرافات، از تاریکی جهل و بیسوادی الی النور، به طرف ایمان، هدایت، رشد و فلاح، اسلام، اخلاق، عمل، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بتوفيق الله، بإذن الله، بكمك وإمداد الله. وويل للكافرين من عذاب شدید، و هلاکت و بربادی است در دنیا و در آخرت برای مشرکین، آنهایی که شرک میکنند. و ویل للکافرین من عذاب شدید، جای دیگر و ویل للمشرکین آمده اینجا، و ویل للکافرین من عذاب شدید، هلاکت برای کفار. ہر مشرک کافر ہے، ہر مشرک منکر وحدانیت اللہ ہے کہ ہمان کافر می شود از عذاب خطرناکی. کیا هستند کفار؟ مشرکین آنها هستند که دوست دارند زندگی دنیا را ترجیح میدن، زندگی دنیا را بر آخرت و باز می‌دارن مردم را از راه الله. و یبغونها عوجا، و در راه الله شبهات و گمراهی و ضلالت و خرافات و شرک و خواهشات نفسانی خود را به کار میبرند. یبغونها عوجا، در راه الله شبهات و حرفهای خود ساخته خود را آورده. اولئک فی ضلال بعید. الله می فرماد این انسان ها که دنیا را بر آخرت ترجیح میدن، زندگی دنیا را، مال و متاع دنیا را، مقام دنیا را، ثروت دنیا را، آسایش دنیا را ترجیح میدن بر آخرت. می فرماید اولئک فی ضلال بعید.
اینهایی که دنیا طلبند، اینهایی که در راه الله شک و شبهات وارد می کنند، اینها دورند از رحمت الله، از جنت، از رحمت الله بعیدن، از جنت که محل رحمت الله دورند، که فی ضلال بعید. گمراهی که دور از حق، دور از عدالت، دور از انصاف. حکمت نزولی قرآن، نزول قرآن برای این شده که از تاریکی شما را به سوی نور و روشنایی بیاورد. یک فرد ظلمت بی علمی و بی سوادی هست، ظلمات جمع هست و افراد متعددی را دارد. یک فرد را من امروز خدمت شما عرض می کنم و تمام مطلب، و آن فرد یک فرد ظلمت بی سوادی و بی علمی است. علم نور هست. قرآن کتاب را نور گفته، لذا عزیزان می طلبد که ما از ظلمات خود را و فرزندان خود را و خانواده خود را از تاریکی بیرون کنیم و بر راه نور آنها را قرار بدهیم. اول نفس خود را و بعد اهل و اولاد خود را. یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم و اهلیکم نارا. الله فرمود ای کسانی که ایمان آوردی خود را و اهل خود را از آتش جهنم نجات بدهید. قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خود را و اهل خود را از نار نجات بدهید. همانطور که شما مستحضرید، نیاز به توضیح و زیاد گفتگوی زیادی ندارد. این فصلی که ما الان قرار داریم چندم خرداد هست؟ 5 خرداده که مصادف با امتحانات نهایی دانش آموزان هست. این را می طلبد که والدین برای یاد گرفتن دین فرزندان خود فکرمند بشوند. 2 چیز اینجا لازم هست. 2 وظیفه به عهده 2 جماعت هست. وظیفه علما، ائمه مساجد، مدارس، مکاتب این هست که آمادگی خود را برای تعلیم و برای درس دادن دانش آموزان آماده کنند. دیروز بحث بنده با اساتید در همین زمینه بوده و دغدغه ما در این زمینه خیلی زیاد و به قدر صحبت داشتم که آخر سرم درد گرفت و خیلی فشار آمد روی من. فرزندان آینده این فرزندان جامعه ما چی می شود؟ به چه سمتی می روند؟ شما الان فضای جامعه را می بینید که چقدر ملتهب، چقدر خطرناک، چقدر مضر، چه آفاتی جلوی این نسل قرار دارد. از یک طرف این گوشی و فضای مجازی، از طرف دیگر اسباب منحرف کننده و از راه بیراه کننده
مخدرات و حالا که شما همه میدانید فرزند که صبح از منزل بیرون می شود والدین نمیدانند که کجا هست و با کی هست و چه بر سرش می آید، یا ظهر بر می گردد یا شب ساعت 11-12 بر می. خب این همه ساعتها ما خبر نداریم فرزند ما در چه موقعیت و در چه وضعیتی وجود دارد. این با این زمان حاضر و عصر حاضر واقعا خطرناکه و یکی از اهم فرائض و اهم واجبات والدین فکر پر کردن وقت اینهاست، این فرزندان هست. شما تفریحات خود را، شما گشت و گذر خود را، آنها را طور تنظیم بکنید که به این برنامه ها لطمه وارد نشود و شما زمانتون را تقسیم بکنید که این زمان ما باید در خانه باشیم، در محل باشیم و فرزندان ما به مکتب باید برن، مسجد بروند و احکام اولیه اسلام را یاد بگیرن، قرآن یاد بگیرن، عقیدهشون را یاد بگیرن، احکام را یاد بگیرن، سیره پیغمبر را، زندگی صحابه را یاد بگیرن، مسلمان بشن در درجه اول فرزندان ما. و هیچ کسی در خانهش نمیتواند برنامه داشته باشد. من هم نمیتوانم و ندارم در خانه برنامه تعلیمی که واقعا فرزند خود را بتوانم در خانه تعلیم بدم. همین فرزند من که درگذشت این به من گفت که مرا اجازه بده که من تشکیل بشم تا دین خود را یاد بگیرم. من از این حرفش متأثر شدم و گفتم من اجازه میدم با شما بروید. خب پس من به عنوان یک به اصطلاح اهل علم، مدرس، من بچه خود را در خانه خود نمیتوانم دین یاد بدم و ها علاها در قیاس شما هم همینطور. لذا برنامه برای فرزندان خود تنظیم بکنید و آن این هست که باید تمام مساجد محله، الان من صحبتی با برادران دعوت تبلیغ داشتم، گفتم شهر خاش مثلا 8 قسمت تقسیم شده. برنامه برادران دعوت و تبلیغ اینطوره که 8 قسمته و هر قسمتی باید برنامه خود را اجرا بکنه. من گفتم تحت همین تقسیم حوزه های علمیه این مناطق را پوشش بدن با ائمه جمعه، با طلاب، با مدرسین، که انشالله امشب هم در نظر داریم که یک صحبتی و برنامه ریزی بشود و تمام منطقه تحت پوشش قرار بگیرد. از ائمه مساجد، از طلاب، بعد از ظهر صبح طلاب درس دارن، استادها هم درس دارن، ولی بعد از ظهر استادها هم، مدرسین هم وقتشون فارغه و بعضی حفاظ، من گفتم حفاظی که قرآن عظیم و شرح را خواندن و تجوید خواندن، از آنها هم استفاده بکنیم که به درس آنها هم لطمه وارد نشود و ائمه مساجد هم باید تقبل بکنند و شما والدین، من و شما هم باید این همکاری را داشته باشیم که هم بتوانیم برای ایشان به اصطلاح قاعده یا کتابی و برنامه درسی که تنظیم می شود و اعلام می شود در هر مسجد، هر محله، کتابها باید خریداری بشوند از طرف خود ما. والدین باید تهیه بکنن و یک هزینه هم برای کسی که وقت خود را باید بدهد، منضبط باید بشود
همینطور به اصطلاح ثوابی و رایگان کار نمی شود تا زمانی که ما در قبال وقت آن استاد مدرس هزینه پرداخت نکنیم، آن هم خودش را مکلف و به اصطلاح منضبط نمیداند. یا من ثوابی هست، امروز درس دادم فردا درس نشد اشکال نداره. اما وقتی که ما بگوییم هزینه تو را پرداخت میکنیم و شما باید همه وقت تمام وقت خود را بدهید، آن هم مکلف می شود و وقت خود را تنظیم می کند و رعایت می کند. آن هم دیگه بدون برنامه نمی شود کلاس را ترک بکنه، برود در سر ساعت و سر وقت حاضر نشود. لذا این مستلزم برنامه هم علما هست و ائمه مساجد هست و هم شما اولیاء فرزندان هست. این کار از اهم فرائض و اهم واجبات و نیاز شدید جامعه ما هست. عزیزان، شما هم انشاءالله تعهد بکنید و ما هم به حد وسع و توان خود انشاءالله برای برنامه ریزی فکرمند میشویم. مدارس انشاءالله جلسه میگیریم با هم دیگر، ائمه مساجد را میطلبیم انشاءالله و این برنامه را اعلام میکنیم. معتمدین و توانمندان هر محله بالاخره این هزینه را پرداخت بکنن. اصلا یه نفر باشه بگوید من بچه هایی که اینجا درس میخوانن کتابهاشون را من خرید میکنم. ما الحمدلله اینجوری افراد داریم. یا یه نفری بگوید آقا هزینه استاد را من پرداخت میکنم ماهیانه، 2 ماه 3 ماه. حالا برای سال اون برنامه دیگری میشه. اگر ما در این مرحله موفق بشویم برای سال هم میتوانیم برنامه ریزی بکنیم. و اکثر شهرها، من تقریبا 20 سال جلوتر جنوب رفتم، در آن زمان جنوبی ها این برنامه ها را برای خودشون تنظیم کرده بودند. سفر دیگر من خراسان رفتم، طبل خراسانی ها هم این برنامه را تنظیم کردند بعد از آنها، و حتی کتاب برای این 3 ماهه برای بچه ها تنظیم کردند. و در بلوچستان در بعض شهرها هم کار کردند. اما ما مردم خاص در این قسمت عقب مانده ایم. حالا من دیروز گفتم این کوتاهی از ما شده، ما کوتاهی کردیم، ما باید جلوتر این برنامه را. حالا بعضی مساجد داشتن، بعضی مدارس هم کار کردن، اما این کارشون در حد خیلی محدود بوده و کار اینه که باید شامل و کامل و مشتمل بر تمام شهرستان و اطراف و شهرهای توابع باشه، بخشهای توابع باشه، مجموعه شهرستان پوشش داده بشه و مجموعه بخشها باید پوشش داده بشن. همه این برنامه را به دست بگیریم و اگر نه خدای ناخواسته با خطر بسیار مضری و آینده خطرناک ما روبرو می شویم که خدای ناخواسته دیگه جبران نمی شود و آن گاهی افسوس کردن هم فایده ندارد. لذا بچه هایی که در این سن 12 سال 15 سال به پایین هستند، از 17 و 18 به پایین هستند، در این سنین باید نگهداری بشن، در این سنین باید علم یاد بگیرن، دین یاد بگیرن. وقتی که از این سن بلوغت بالا رفتن حالتشون تغییر میکند. حالا 2 حالت دارد. اگر در سنین پایین تربیت شدن صالح میشوند، اگر در سنین زیر بلوغت تربیت نشدن سرکش میشوند و آن زمان دیگه از دست ما هم خارج میشن، ما هم کنترل دیگه به هیچ صورت نمیتوانیم بکنیم. پس در سن زیر بلوغت در اختیار ما هستند. انشاءالله شما آماده اید؟ انشاءالله ما هم دعا بکنید که ما هم بتوانیم در این قسمت قدم برداریم. و این مسئله اول بود. و مسئله دوم بحث امنیت به اصطلاح فردی و اجتماعی هست. ما باید درباره امنیت خودمون
و همینطور مجموعه خودمون و طایفه خود، شهرستان خود و قبایلی که در اطراف ما هستن فکرمند باشیم و هم برای امنیت دیگران. و شما میدانید که فساد و خونریزی و کشتن مردم در تمام ادیان و در میان تمام انسانیت، اصلا در بشریت یه چیز نامطلوب و ناپسندی هست. اسلام دین سلامت هست، اسلام دین امن هست، اسلام دین مواسات و بین مسلمانان موالات یعنی دوستی هست و با دشمنان مدارات هست. سعدی همین را گفته، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دشمنان مدارات و با دوستان مودت. با دشمنان مدارات و با دوستان مودت و دوستیه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پس عزیزان، امنیت خیلی مهمه و مسلمان همان هست که نه به خود ظلم بکند و نه به دیگر ظلم بکند. همه حرفهای ما و گفتهای ما در همین زمینه بودند و هستند و ما همین مسئله را گفته ایم و میگوییم نیروهای امنیتی همانطور که شرح وظیفه آنهاست امنیت جامعه را انجام بدهند و پاسدار امنیت مردم باشند و همینطور مردم هم در مقابل بالاخره به آنها هم اذیت و آزار نرسانند. موضوعی که در این هفته، در اول هفته پیش آمده در مرز پاکستان و ایران و به کشته شدن 5 نفر سرباز و غیره شده، این چیز ناپسندی بود و ما به خانواده این سربازان که برای حفظ و امنیت در مرز هستند تسلیت عرض می کنیم و به هر حال ما حرف ما همین بوده که نیروی امنیتی و نیروی انتظامی که برای امنیت هست ما هم به ایشون احترام بگذاریم و آنها هم به مردم احترام بگذارند و به هر حال نیروهایی که برای حفظ امنیت ما هستند، برای امنیت مرز ما هستند، برای امنیت شبانه روز ما هستند، در جاده ها، در خیابان، در چهارراه ایستادند و بالاخره امنیت را کنترل امنیت برای امنیت ایستادند و کنترل میکنند. خب ما هم به اینها باید احترام بگذاریم و آنها هم با نظر مشفقانه و خیرخواهانه با مردم برخورد بکنند، مردم هم همچنین به دستورات آنها هم احترام بگذارند. این هم از بالاخره مسائل زندگی و اجتماعی و مهم هست که برای همه ما قابل توجه. ان شاء الله العزیز خداوند به همه ما توفیق خیرخواهی بدهد و خیر بدهد و امنیت و آسایش هم فکری و هم جانی و هم مالی به همه ما و به نیروهایی که مسئول امنیت هستند عنایت بفرماید. موفق و مؤید باشید. و این هفته مهمترین برنامه ما برنامه ریزی درس دانش آموزان هست که ان شاء الله العزیز حتما شما به این مسئله توجه بکنید و
خیلی عزیزانی هستن که برای ما زنگ میزنن. یک عزیزی از قسمت فلکه پسته به اصطلاح همان 70 متری، خیابان 70 متری زنگ زد. پدری خیلی اظهار نگرانی داشت و خیلی ناراحت بود و به خیلی مصر بود برای اینکه شما برای فرزندان ما برنامه ریزی بکنید و گفتم این انشاءالله با همت شما و با برنامه ریزی اوقات شما تعلق دارد و هم از طرف دوم انشاءالله ائمه مساجد و مدرسین و مدارس دینی هم انشاءالله این کار را در دستور کار خودشون قرار بدن و انشاءالله به یک نتیجه در پایان سال برسیم. در وسط برای بچه ها تفریح، جایزه و بالاخره تشویق سفری به اصطلاح، نه اینکه سفر حالا خارج از استان، نه در شهرستان در اطراف برای تنوع و تفریح برای آنها برنامه ریزی بشه، جایزه از طرف والدین در نظر گرفته بشه، استادها آنها را تشویق بکنن و انشالله بتوانیم یک چیز مفیدی را انجام بدهیم. موفق و مؤید باشید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.